راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو زولنیکو لار نکم غلامان نو ځان معلوم ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو
نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول کو نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواران عزیز، از خداوند متعال آرزو دارم که در خانه هایتان، در فامیلایتان برکت، آرامی، درد و مرض گم کنه و اتحاد اتفاق بین افغانای عزیز ما به وجود بیاره تا ما بتوانیم که زیادتر برای وطن عزیز خود خدمت کنیم. ما بسیار زیاد خوش هستم که باز هم میمان خانه هایتان هستم و راپور را که ما تهیه کردیم سفر واقعی که در داخل خاک افغانستان رفته بودیم، وطن عزیز ما و به همراه وطندارای خود ما صحبت کردیم. موضوعات حقیقی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افغانستان براتان پیشکش میکنیم و بعد از او که آمدیم ما سفر داشتیم به جرمنی و بعدا به واشنگتن. وقتی که ما تصمیم گرفتیم که بخیر بریم در افغانستان، بعض موضوعات بسیار مهم بود و موضوعات مهم امی دایر کردن لوی جرگه مشورتی که بالای هیئت سیاسی افغانستان بسیار زیاد مهم بود و ای که عملات پی در پی پاکستان و ای ارسال انتحاری در داخل خود افغانستان، این موضوعات ما خواستیم از نزدیک ببینیم و از نزدیک در مقابلش مبارزه کنیم که ما همی کار کردیم. وقتی که ما در داخل خاک افغانستان رفتیم، موضوع لوی جرگه مشورتی و امضای قرارداد امنیتی بسیار زیاد سر زبان بود و ما در داخل خود افغانستان به اصطلاح در داخل کابل در مسائل دایر کردن لوی جرگه مشورتی و قرارداد امنیتی به اصطلاح ما هم حضور داشتیم و نظریات برادرها و خواهرای عزیز خود ما پرسان کردیم و از هر طرف کشور عزیز افغانستان ما مطلع شدیم که اونا چی نظر دارن و نظر اونا ای بود که باید قرارداد امنیتی امضا شود. ما چیزی را به اصطلاح پشتیبانی میکنیم که منافع ملی مردم افغانستان دو باشه و چیزی را ما پشتیبانی میکنیم که مردم افغانستان او را تایید کنه.
شما باور کنین وقتی که از میدان هوایی کابل ما بر آمدیم، همین آب و هوای کابل، همین بوی مخصوصی که داره دل آدم تازه میکنه. و ما آرزوی مایی بود که روز شود که در افغانستان صلح و امنیت بیایه، رول قانون بیایه و حق به اقدار داده شود، زورگویی قانون و زورگویی از بین برده شود و افغانستان مانند سایر ممالک به طرف ترقی و تعالی بره. وقتی که شما در داخل کابل میرین، در سرکا قدم میزنین و از حال احوال برادرها و خوارای عزیز خود مطلع میشین، یعنی شما ببینین که حالت رقتبار بیوه‌ها، یتیما، این بیکاری جوانان واقعا شما را متاثر می سازه. جای تاسفی است که ما نتوانستیم که افغانستان به طرف سنتی شدن و امی صنایع افغانستان به پای ایستاد کنیم که برای جوانای ما کار پیدا شود و کسایی که خانه ها آباد میکنن زیادتر توجهشان به کارگرای خارجی است که اونا را استخدام کنن. به این ترتیب شما کنجا میرین کلگی به این انتظار است که با شما صحبت کنه و موضوع مهمی بود که وقتی که ما اونجا رسیدیم ما از لطف و مرحمت افغانای عزیز خود و از بزرگای قومی، اشخاص ملی و خصوصا این موضوعات انتخاباتی که در پیشروی است و این که از نظر امنیتی در 2014 در افغانستان چی شرایط بیایه، یعنی این سوالای تماما برادرها و خوارای ما بود که از پیش ما پرسان میکرد. اما ما میفهمیدیم که انشاءالله افغانستان، مردم شجاع و دلیر است، انشاءالله میتونن که از مملکت خود در شرایطی که رقتباری که فعلا مردم افغانستان با او دست پای نرم میکنه از این شرایط رقتبار براین. موضوع مهمی است که ما وقتی که در افغانستان بودیم ما با جنرالای امریکایی و مشاورین امریکایی از وزارت داخله صحبت کردیم و شرایطی که مردم افغانستان در نظر داره و شرایط یا او نکاتی که در بین مردم افغانستان و افغانای ما که در امریکا هستند، در اروپا هستند، برشان مهم است. موضوعات امرایشان صحبت کردیم. باور کنین که خصوصا جنرالای امریکایی که در اردوی افغانستان کار میکنن، یعنی به این موافقت میکردن که باید امریکا یک سیاست مشخص در مورد افغانستان و در قسمت دفاع از افغانستان و این طرزات آیسای بالای خاک ما به پالیسی مشخص داشته باشه و حضور ناتو در افغانستان و در جر و بحثی که ما داشتیم ما گفتیم که شما در افغانستان آمدین، هر چیزی که در افغانستان واقع میشه مسئولیت شما دارین. شما این فکر نمیکنین که به صورت امریکا صدمه زده شود یا برای ناتو. اونا بسیار به آرامی خاطر این موضوعات شنیدن و با ما به اصطلاح موافقت کردن. نقطه مهمه که ما امروز اونا صحبت کردیم این بود که ما برای اونا گفتیم که امریکا 560 بیلیون دلار در افغانستان مصرف کرده. اگر شما واقعا فکر کنین که در داخل خود افغانستان جنگ نیست، به این معنا که خود افغانا جنگ نمیکنه و در افغانستان افغانای ما تروریست نیستن. تروریسم در افغانستان داره کلش از طرف آیسای پاکستان میه. چرا شما این موضوع را درک نکردین؟ و اینکه ما
در جریان انتخابات اوباما ما شنیده بودیم که اونا میخواستن که در اون طرف خط دیورند برن و با پاکستان، با عساکر پاکستان که در اون طرف تقریبا در حدود 80 یا 90 هزار عسکر بالای خط دیورند اونا جابجا شدن، با اونا معامله کنن. چرا قرار یک راپوری که ما از کمیسیون اقتصادی لندن گرفتیم، اونا گفتن که آیسای ارتباط مستقیم با انفجاریا داره و کسایی که از خط دیورند تیر میشن میاین این طرف خط و انفجار میتن خدا. و این موضوع در مشاورینی که یعنی اونا میخواین که موضوعات بشنون و ای که ما از نظر فیزیکی که ما در اوج دیدیم در این قشله‌های عسکری و در وزارت اینا علاقه عام تام داشتن به ای که با افغانستان خدمت کنن و اردوی افغانستان سر پای استاد شوه. این چیزایی است که خود ما دیدیم، همو واقعیت‌ها را به شما ما راپور میتونم و ای که در افغانستان آرامی به این موضوعات ما بالاش صحبت کردیم و اونا علاقه‌مندی زیاد نشان دادن. موضوع مهم چی است؟ موضوع مهم است که به طور کل در داخل خود افغانستان یک پالیسی مشخص باید طرح میشد که در رشته سیاسی، در رشته اقتصادی، در رشته اجتماعی باید چی گول و چی هدف مرام باید باشه. یعنی وقتی که خارجی ها در مملکت می باشه و این خارجی ها باید یک پلان راهنما شده، یعنی پلانی که اینا راهنمایی کنن که در این ساحات چی کار باید شد و ما داخلین لحظه معطل نکنیم که چیزایی که ما که در 13 سال میخواستیم برآورده بسازیم آلو رو در 1 ماه یا 2 ماه برآورده بسازیم. دیگه نظری بود که مردم افغانستان قرارداد امنیتی به طور عاجل امضا شود و اونا به این نظر بودن مردم افغانستان که اگر قرارداد امنیتی امضا شود موضوع ریال استیت، موضوع کاربار، موضوع سرمایه گذاری در افغانستان و از نظر روحی مردم افغانستان رو نارام خواهد شدن بر از که مداخله پاکستان دیگر در داخل خاک افغانستان نباشه. به همین ترتیب از ایران بالخصوص مداخله آیسای در خاک افغانستان که اونا تضمین کردن که اگر بالای افغانستان حمله شود امریکا مسئولیت داره. و دیگه ای که ما واضح کردیم که اگر یک رژیم ملی روی کار بیایه ما با داس و کلنگ و هر چیز در دست ما میتونیم که حاضر هستیم که بریم دفاع کنیم از خاک خود، از وطن خود. و اونا نظر امریکایی بوده که شما ببینین که شما به اندازه وطن دوست هستین، یعنی افغانا. اگر امی قرارداد امنیتی با پاکستان پیشنهاد میشد و یا با ایران پیشنهاد میشد، اونا فکر میکردن که یا پاکستان یا ایران پایای امریکا را ماچ خواهد میکرد. یعنی به این ترتیب اونا به اندازه علاقمند هستند که همونطور یک قرارداد با اونا امضا شود، اما چون ما میخواهیم که شرایط ملی خود را برآورده بسازیم در این قسمت، ای که امریکا پالیسی مشخص داشته باشه و ای که عساکر امریکایی در خانه افغانان نره و ای که پاکستان حمله میکنه اونا مسئولیت داشته باشن. یعنی صحبت است که آقای کرزی کرده و ما او را تایید میکنم. اما موضوع است که این ما باید پیش از پیشی موضوعات باید سر صحبت میکردیم، نه حاله. و ای که حال فعلا این موضوعات صحبت میکنن، امید است که دولت امریکایی را قبول کنه و خواهشات مردم افغانستان دولت امریکا
به اصطلاح یک پارتنر خوب مردم افغانستان است. از 2011 تا به حال در افغانستان سرمایه گذاری گزافی کرده. باور کنید که ما رفتیم در ولایات و در داخل خود افغانستان، خود کابل و خود افغانستان بسیار زیاد آباد شده. یعنی واقعیت ما باید به شکل واقعیش ببینیم. امی پول امریکا اگر نمی بود افغانستان به این حال نمی آمد. منتها یک موضوع دیگر رو ما در نظر بگیریم، اگر امریکا میبره، ناتو میبره، مردم افغانستان هم یک عادت خراب پیدا کردن که اونا به دلار معامله کردن دیگه. به این ترتیب امیدوار هستیم که مردم افغانستان زیادتر کار کنن، مشکل ملی خود حل کنن، در قسمت سنتی شدن افغانستان توجه کنن، این سرمایه دارای ملی ما فابریکات بسلا به کار پرته. موضوع دومی بود که ما در قسمت انتخابات باید انتخابات شکل واضح و روشن داشته باشه. ما در تلویزیون های مختلفی که ما بودیم در داخل خود افغانستان، تلویزیون ملی و تلویزیون ژوندون و سایر تلویزیون ها، ما ایره گفتیم که انتخابات به شکل واضحش دایر شود و چیزی که مردم افغانستان توقع داره او برآورده شود. منتها در انتخابات اهداف مشخص و پالیسی مشخص تر شود برای از بین بردن مشکلات امنیتی و با وجود آوردن یک سیستم اقتصادی و رول زورگویا از بین برده شود. که ما که با همراه کاندیدای ریاست جمهوری ما صحبت کردیم، کمیسیونی که به اصطلاح در سرتاسر افغانستان 34 ولایت افغانستان کنا موظف به اصطلاح پیشبرد مسائل انتخاباتی هستند یا رای دادن هستند که از جمله از اونا گل محمد منگل و هاشمی صاحب و سادات صاحب و کتمان صاحب و رحیمی صاحب، ما با اونا صحبت کردیم و اینا شما میبینید که الکشن، یعنی اگر میتونید نمیره فرزاد جان یک زوم کنین دمی مجله اگر بتانین صاحب. خود میشه پرونه داره. در قسمت انتخابات اینا سیس پرونه داره. در قسمت انتخابات اینا رول اساسی داشتن و اینا مراکز را که در سرتاسر 34 ولایت افغانستان است او را پیش می بردن. که ما پسانتر مصاحبه که همراه دکتر صاحب اشرف غنی داشتیم او را به خدمتتان میگذارم و سفری کردیم و ما بعد از این موضوعات انتخاباتی سفر ما داشتیم در ولایت لوگر. چرا ما ولایت لوگر انتخاب کردیم؟ برای اینکه ما میخواستیم که این 4 سالی که در خدمت مردم افغانستان و خاک افغانستان از نظر دینی و اسلامی و افغانی بودیم، ما گفتیم ما جایی میریم که ببینیم که خدمت‌های ما تا چی اندازه تاثیر کرده و ما باید روز شود که ما باید قیام ملی را اعلان کنیم و کل مردم افغانستان در مقابل پاکستان قدم کنن. اگر این کار را نکنیم پاکستان به اصطلاح استاد نمیشه و کوشش میکنه که افغانستان در حالت بسیار فجیش و حالت بسیار خراب نگاه کنه، چون آل نمیتونه او چیزایی که در سابق کرد مثلا بالای افغانستان تحمیل کنه. دیگه به این ترتیب شاید روز شود که ما آینده قریب در یک قیام ملی یا فراخوان ملی اعلان کنیم و ما در مقابل پاکستان
به اصطلاح قدلم کنیم. شما ببینید که این سفری که ما در لوگر کردیم روحی برادرای افغان ما را، ما از فرد برادرای افغان ما که از ولایت لوگر هستند ما تشکر میکنم. خداوند شما را خیر بده، خداوند شما را روحیتان زیادتر قویتر بسازه. برای که ما روحی برادران خود در لوگر دیدم و منطقه لوگر ما رفتیم. شما حیران میمانید که ببینید به چی اندازه اینا شجاع و غیور هستند و ای که اونا ما را بسیار میهمان نوازی کردن و قرار شنیده اونا گفتن که یعنی کار ساده نیست که شما داخل ولایت لوگر برین از نظر امنیتی و شما را این ویدیو کلیپ با شما باز ما نشان میتونم. و دیگه ای که ما بعد از افغانستان آمدیم ما رفتیم به جرمنی، کنفرانس دایر شده بود که از آمو تا اباسین صفدر صاحب او را دایر کرده بود و دکتر صاحب بورک رئیس عمومی بلوچا و ما و سایر برادرها از لندن از سراسر اروپا تشریف آورده بودن و باور کنین که اول خب ما از امی میهمانایی که آمده بودن بی اندازه در مقابل ما مهربانی کردن. ما بسیار زیاد ممنون و ما تشکر میکنم. ما از صفدر صاحب تشکر میکنم که اونا در این قسمت دایر کردن این برنامه که از آمو تا اباسین، در آمو تر اباسین ملی غرزنگ دایر کرده بودن. بسیار به سوی خوب و بسیار با روی ملی پیش برده شد، خصوصا جوانایی که در اوجا اشتراک کرده بودن. ما از این جوانا بسیار زیاد خوش هستم که اونا به چی روحیه در این کنفرانس آمده بودن. ما اسم هر کدام از اینا رو ما میگیرم. ما از ارشاد صاحب نگزاد تشکری میکنم، از شیرزمان معین تشکر میکنم، از وقار رحمنزی تشکر میکنم، از سمسور صافی تشکر میکنم، از جاوید صافی تشکر میکنم، از امان الله عزیزی تشکر میکنم، از عمران زدران تشکر میکنم، از مقدس سعید تشکر میکنم، از احمد پوپلزی تشکر میکنم، از تمیم جان آصفی که چی یک موزیک مقبول نواختن، از امید نوری تشکر میکنم، از مایسم آهنگران تشکر میکنم، از اکبر احمدی تشکر میکنم، از مولودین نبیزاده تشکر میکنم، از محرم اخلاقی تشکر میکنم، از محمد قنبری تشکر میکنم، از پهلوان مسعود جان تشکر میکنم و در این حال از سید کریم پوپل قندوزی تشکر میکنم و پسرکشان مجیب رحمان که با قرائت قرآن مجید محفل افتتاح کردن. و در این حال ما از برادر گرامی ما نثار احمد شیرین دل که با افغانای عزیز ما در اوجا کمک میکنن و یک شخص ملی هستن، ما از اونا تشکر میکنم. ما از سایر برادرایی که از اروپا آمده بودن بسیار زیاد تشکر میکنم، خصوصا جوانان خدمت بسیار عظیمی را انجام دادن و روی از اینا را ببینین که روی از اینا 100% ملی و آماده به خدمت به وطن هستن که اینا آینده افغانستان هم میسازن. در این حال ما از زازی صاحب که در هامبورگ تشریف دارن اونا تقاضا میکردن که اگر شود که جوانا یا مردمای اروپا و امریکا بتونن در انتخابات شرکت کنن و ما تلفن کرده بودن و ما گفتیم که شما مثلا سپورت ما را دارین، ما در کتان حاضر هستیم که با شما ما کمک کنم و آوازتان برسانم به گوش مقامات که انتخابات دایر میکنن. دیگه زازی صاحب اگر شما باز خواستین تلفن کنین شما رو وقت میتیم که صدایتان به گوش اونا برسانین. و دیگه ما رفتیم پس امریکا آمدیم، رفتیم مقابل قصر سفید مظاهره کردیم به این ترتیبی که قرارداد امنیتی باید امضا شود و خواسته های
مردم افغانستان هم توسط امریکا اجرا شود. برای از که امریکا باید مستقیم سیاست مستقل با افغانستان بگیره، سیاستی که تعیین شده باشه. ما خودمون در امریکا زندگی میکنیم، مردم امریکا بسیار مردم خوب است و اونا رویشان نیست که به مردم افغانستان خدمت کنند و طریقی اسلام به اصطلاح در امریکاست. و وقتی که ما مظاهرات دایر میکردیم، ما از انجینیر بیات صاحب تشکر میکنم که از تلویزیون اونا نظیر جان کریمی که واقعا یک همشیره پروفشنال مسلکی و ما فکر میکنم که بهترین ژورنالیست افغان نظیر جان کریمی است. اونا گرچه اپایمنت در نیویورک هم داشتن، از روی لطف و وطن دوستیشان و ای که دلشان بر افغانستان و مردم افغانستان میتپن، او اپایمنت کنسل کردن، آمدن مثلا این فیلمگیری و همی مثلا مظاهره ما را فیلمگیری کردن و با توجه تمام مردم افغانستان رساندن و که ما از سر تا سر اروپا و امریکا و افغانستان یا بسیار زیاد تلفن‌ها گرفتم و اونا بسیار خوش بودن که موضوعاتی که مربوط به ترقی و تعالی و آرامی مردم افغانستان است ما ایره پیش بردیم و این صدای مردم افغانستان به گوش تمام جوامع بین المللی بالخصوص امریکا و داخل افغانستان کرزی صاحب به اصطلاح بردیم که به این ترتیب که اگر این قرارداد امنیتی امضا شود، موضوعات ریال استیت، موضوعات سرمایه گذاری، موضوعات بیکاری، این موضوعات کلش بالای این موضوعات بسیار تاثیر مثبت خواهد انداخت و ما به طور خلاصه ما میخواهیم که همین ویدیو کلیپ بر شما نشان بدیم. باز ما میریم به ویدیو کلیپ سفر بلوگر. امنیتی میان کابل و واشنگتن نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. حالا حتی تأخیر در امضای این سند کار را به راه اندازی تظاهرات کشانده است. افغان‌های مقیم ایالت‌های مختلف امریکا در برابر قطر سفید با شعارهای مختلف خواستار امضای این سند به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی شده‌اند. این تظاهر کنندگان میگویند اگر رئیس جمهور کرزی این سند را امضا نمی‌کند، مسئولیت امضای آن را به وزیر دفاع بسپارد. آنها هشدار می‌دهند در صورت عدم توجه به خواستهای آنان دامنه اعتراضهای خود را به افغانستان خواهند کشاند. کرزی صاحب قرارداد امنیتی امضا نمی‌کند، خود شخصا میتونه که وزیر صاحب دفاع را موظف بسازه و سایر وزیران را موظف بسازه که قرارداد امنیتی امضا کنند، چون افغانستان دیگر نمیتونه که دوباره ببینه، مردم افغانستان دیگر حوصله نداره که دوباره پاکستان که فعلا در کابین نشسته بیاید دوباره داخل افغانستان یا ایران. آمدن ما در پیش قطر سفید و این تظاهرات ما به خاطر عزیز که آقای کرزی قرارداد امنیتی را هنوز امروز امریکا امضا نکرده. این اعتراضها در حال صورت میگیرد که پیش از این حکومت افغانستان بار بار تکرار کرده است که در امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن هیچ گونه انعطاف ندارد. نظیر عظیم کریمی، تلویزیون آریانا، کاخ سفید، واشنگتن دی سی. تأخیر در امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. حالا حتی تأخیر در امضای این سند کار را به راه اندازی تظاهرات کشانده است. افغان‌های مقیم ایالت‌های مختلف امریکا در برابر قطر سفید با شعارهای مختلف خواستار امضای این سند به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی شده‌اند. این تظاهر کنندگان میگویند اگر رئیس جمهور کرزی این سند را امضا نمی‌کند، مسئولیت امضای آن را به وزیر دفاع بسپارد. آنها هشدار می‌دهند در صورت عدم توجه به خواستهای آنان دامنه اعتراضهای خود را به افغانستان خواهند کشاند. کرزی صاحب قرارداد امنیتی امضا نمی‌کند، خود شخصا میتونه که وزیر صاحب دفاع را موظف بسازه و سایر وزیران را موظف بسازه که قرارداد امنیتی امضا کنند، چون افغانستان دیگر نمیتونه که دوباره ببینه، مردم افغانستان دیگر حوصله نداره که دوباره پاکستان که فعلا در کابین نشسته بیاید دوباره داخل افغانستان یا ایران.
آمدن ما در پیش قدر زفید و تظاهرات ما به خاطر عزیز که آقای کرزی قرارداد امنیتی را هنوز امروز امریکا امضا نکرده. این اعتراض ها در حال صورت می گیرد که پیش از این حکومت افغانستان بار بار تکرار کرده است که در امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن هیچ گونه شتاب ندارد. نظیر عظیم کریمی، تلویزیون آریانا، کاخ سفید، واشنگتن دی سی. با عرض احترام مجدد شما دیدین که ما ساینای بسیار کلان تیار کرده بودیم در او تمام خواسته های مردم افغانستان که او خواسته هایش خودم شخصا از مردم عزیز و گرامی افغانستان شنیده بودم در او گنجانیده بودم، بالخصوص موضوع خط دیورند که موضوع خط دیورند کار ما با چیزی که سرکار داریم از بین بردن خط دیورند است و این تمام مشکلات مردم افغانستان است. اگر شما واقعا ببینین و شما فیلم را ببینین که در لوگر پر شده ببینین که مردم افغانستان چی میگن، همین چیزی که ما میگیم. ما پیش از اینکه ما ویدیو کلیپ سفر لوگر نشون بدیم ما برادر عزیز ما زازای صاحب تلفن داریم، اونا برای چند دقیقه صحبت میکنن و باز ما ویدیو کلیپ لوگر میمانیم. بله صاحب، زازای صاحب بفرمایید. بله سلام علیکم صاحب. خوب هستین صاحب؟ چی حال دارین؟ بفرمایید صاحب. تشکر، شما خوب هستین؟ ما کسی تلفن کردیم مثل که بر ما گفته بودیم که بر ما کم وقت میتین که ما جوانات کوشش میکنیم هم به افغانستان چقدر که در وقت ما خدمت کنیم، کمک کنیم. بله بالکل صحیح. تلفن کردم گفتم که شما در این باره گپ بزنم. بله بفرمایید نظرتان فعلا شما برای مردم افغانستان ابراز کنین. باز ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در آینده اگر شما کدام ویدیو کلیپ تیار کنین با ما روان کنین که ما در برنامه پرتیم خوبتر خواهد شد. شما بفرمایید که چی در فکرتان است با مردم افغانستان پیشکش کنید صاحب؟ صاحب ما میخواستیم اصلا در پروژه ما صحبت کنیم با مردم، این پروژه ما را برسانیم، چرا که از نظر ما این پروژه بسیار مهم است. این پروژه ما که گپ انتخابات است که ما مسئولین هستیم که تقریبا کل عمر ما در خارج تیر شده، مگر محبت ملک ما، محبت وطن و زبان از یاد ما نرفته. میکنیم که چقدر بیشه علم درس سبقی که یاد گرفتیم توسط از این تجربه‌ای که میکنیم در ملک خدمت کنیم، خدمت برسانیم. مثلا شروع به کار کردیم، یک اتحادیه خوب کردیم، 8% مسئول هستیم که ما قانون درس میخونیم، مشورای مختلف زندگی میکنیم و در این زازای صاحب ما کمی مشکل داریم که تلفنتان میشه که شما پسانتر تلفن کنین که از یک تلفن خانه باشه سلفون به خیال من کمی که مشکل میایه. صدا بند میشه؟ این حال شما گپ بزنید خوب شد بفرمایید. دیگه یگان وقت مسئله اسکایپ می باشه، اسکایپ کما که از طول تر نگاه اسکایپ بتون زنگی دیگه ما کوشش میکنیم دی پروژه خود انتخابات برای افغانان باز هم مشکل داریم زازش. اگر شما یک تلفن در یک خانه تلفنی که لندلاین داشته باشه به اصطلاح شما پس تلفن کنین، شما موقع میتونم شما صحبت کنین. همون چیزای من میاد دیسی که از تلفن خانه بر شما زنگ میزنم. بخی سعید من انتظارتون دارم. تشکر. با امان خدا صاحب. با امان خدا صاحب. با عرض احترام مجدد ما میخواستم که سفر با لوگر نشون بدم، اما چون در قسمت انتخابات ما صحبت کردیم در خود افغانستان و ما با دکتر صاحب اشرف غنی میخواهیم که به طور مختصر همو ویدیو کلیپش با شما نشان بدم که نظریاتشون در این قسمت چی است در قسمت انتخابات در افغانستان. ما میخوایم نشان بدم باز ویدیو کلیپی که ما با لوگر سفر کردیم او رو با خدمتتان پیشکش میکنیم. ما از شما تشکر میکنم که با حوصله‌مندی این برنامه ما را تماشا میکنین. اگر امکان داشته باشه که ویدیو کلیپ ببینین. دکتر صاحب بسیار زیاد لطف کردین صاحب که ما را پذیرفتین صاحب.
ما چون از لیاقت اهلیت شما بسیار آگاه بودم و واقعا ما علاقمند هستم که شما را از نزدیک ملاقات کنم و از اینکه ما را شما پذیرفتین بسیار لطف و مهربانی کردین صاحب. شما یک شخص ملی، یک وطن پرست، یک شخصی که راستی میخواین که غم غریبای افغانستان رو بخورین. دیگه به این حساب صاحب از شما با تشکر میکنم شخصا صاحب. ما چند سوال را تیار کردیم که از حضور شما بپرسان میکنم و امیدوار هستم که شما سوال را بر ما جواب بدین صاحب. بسیار لطف کردین صاحب. دکتر صاحب محترم، ما شنیدم که کسایی که در کمپین شما کار میکنه اینا همشون رضاکارا هستن. نظر شما در این چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول از تشریف آوریتان و از نظر نیکتان بسیار ابراز امتنان. دوم سلامای بسیار گرم بر بینندایتان. افغانای ما در بیرون جزء سرمایه ملی ما هستند و همیشه از درد ما در عذاب و از خوشی ما راحت هستند و امید عزیز که بتانند در این مرحله تاریخی در ایجاد یک افغانستان که به همه ما تعلق داشته باشه سهم بسیار بارز داشته باشید. در قسمت سوال اولتان این نهایت بر من جای افتخار است که اکثریت مطلق کسایی که در کمپین کار میکنن رضاکار هستند، چون این علامه عزیز که ما در حال ایجاد یک جامعه مدنی نو هستیم. ما نمیخوایم که حقوق خود را در بدل چند مشت پول بفروشیم، بالعکس به اساس عقیده و تعهد حاضر هستیم کمکاری کنیم. دکتر صاحب، پروگرام شما برای رفع فقر و تندرستی چی است؟ پروگرام بر رفع فقر است که اول امحای فقر به حیث عمده ترین هدف ملی تعیین کن. دوم چارچوب یک نظام اقتصادی را بیارم که این نظام اقتصادی بر اساس اقتصاد اجتماعی استوار باشه. به این معنی که از یک طرف ما باید شرایط تولید سرمایه را به صورت اساسی فراهم کنیم و از طرف دیگر در توزیع سرمایه باید محرومترین اقشار جامعه خود مد نظر بگیریم. یعنی دولت وسیله عظیم میشه که از یک طرف شرایط ایجاد سرمایه را فراهم کنه با راهنمایی و سهمگیری و شراکت و از طرف دیگر در توزیع سرمایه نقش عمده داشته باشه، چون عاید دولت باید به این مصرف شود که یتیم ما، بیوه ما، معیوب ما، مریض ما بتانه یک چتر داشته باشه که در چارچوب از این چتر حمایت شد. بله. دکتر صاحب محترم، موضوع بیکاری جوانان، آیا شما کدام پروگرام عاجل سردست دارین؟ وقتی بخیر رئیس جمهور شدین؟ مطلق. من میخوایم 1 میلیون کار نو ایجاد کنیم. این 1 میلیون کار نو از کجا ایجاد میکنیم؟ اول بخش ساختمان است. ما فعلا حتی برای کار نیمه فنی از بیرون نفر میریم. من میخوایم که قوه کار 250,000 نفری را تشکیل بدم و تمام شرکت های ساختمانی ما را در چارچوب یک اتحادیه منظم به وجود بیارم. قراردادهای از این شرکت ها را برای 3 سال تا 5 سال میاد بیاریم تا ظرفیت متمرکز شود و در عین حال سیستم تدارکات و قراردادها را به قسم عیار کنیم که قراردادی افغانی قرارداد دست اول یا دست دوم ببره. به این اساس من فکر میکنم که در حدود 800 شرکت قراردادی را ما استوار کردن میتونیم و اینا را میلیونر ساخته میتونیم. میلیونر شدن از اینا ایجاب ازیر میکنه که اینا یک بخش زیاد کار بر جوانای مجرب مطرح کنن و در عین حال قوی کار ما میخوایم با وجود بیارم تا 6 ماه از چارچوب 2 سال در این قوی کار سر ایجاد ظرفیت تکنیکی مصرف شد. طور مثال یک کارگر غیر فنی امروز در افغانستان 150 افغانی مزد میگیره، یعنی $3. یک برقی 900 افغانی در روز مزد میگیره. میبینید چقدر فرق است. اینال اگر ما بتونیم ظرفیت فنی را با وجود بیاریم، معلوم دار ماش از اینا یک اندازه کمتر خواهد شد، تعداد کسایی که میتونن این ماش با وجود بیارن با مراتب زیادتر میشه. در پهلوی از بخش دوم که
کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت زراعت است. بله. من میخوایم زراعت افغانستان رو به صورت اساسی عصری بسازم. بله. تا ما بتانیم عاید روزانه یک زاری افغانه از 50 افغانی به 200 افغانی بلند کنیم. بله. بخش سوم مالداری است. ما باورتان به امروز بله. گوشت مرغ از هندوستان و برزیل وارد میکنیم، بله. در حالی که ما باید یک صادر کننده گوشت مرغ و تخم مرغ شویم. بله. و دلیل عمده از این فساد اداری است. بله. چون نگذاشتن که از زمینای بایر و وافر خود بر تولید مرغ و تخم و گوشت و اینا استفاده کنیم. بنابراین اصلی شدن مالداری که در عین حال زندگی کوچی ما را که اکثریت برادرای خواهرای ترکمن ما، چارای ماق ما، ازبک ما و یک تعداد زیاد پشتونای ما، گوجر ما، اینای ما کوچی هستند، زندگی از اینا باید به صورت اساسی حل شود و این از راه اصلی شدن مالداری ما ایجاد میکنیم. بخش چهارم معادن است. ما افغانستان فضل خدا از جمله غنی ترین ممالک دنیا در قسمت معادن است، اما در قسمت معادن متوجه اساسی نشده و از این جهت معادن کوچک، متوسط و بزرگ من میخوایم به زودی ممکنه انکشاف بدیم. بخش پنجم خدمات شهری است. شهر و دی با هم وابسته است، شهر و شهر با هم وابسته است و شهر و دنیا با هم وابسته است. اینی سه بخش من میخوایم منظم کنم. طور مثال کل برادرها و خواهرها که در بیرون زندگی میکنن یک سوپرمارکت اهمیتش میفهمن. بله. اما امروز در کابل تشریف ببرین، گوشت در بیرون اویزان است، خانه مگس و زنبور است. بله. و در عین حال متراتر میشن. بدترین تیل دنیا از نگاه کیفیت زهر خود سر گوشت ما مندازه. بله. انسجام دادن تنها سوپرمارکت ها یک زمینی بسیار منظم با وجود میاره. وقتی که ما میخوایم 1 میلیون واحد رهایشی در افغانستان به وجود بیاد، هر 1000 واحد رهایشی چند سوپرمارکت بسیار منظم هم راه خود. فکر کنین که عرضه و تقاضا چطور ترتیب شده میکنه و به این ترتیب همه چیز. و بخش ششم اصلی است. ما میخوایم که افغانستان اولین مملکت دنیا باشه که استفاده از اینترنت مفت است. بله. چون این موجب تحرک عظیم فکری، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده میتونه. اینترنت امروز یک ذخیره بزرگ جهانی است. فیزیک من به اینترنت میتونم امروز در کابل $400 در ماه است. یک جوان چطور ایره کنه؟ یک تاجر کوچک چطور از استفاده کنه؟ یک زاره. بنابراین مالی که دولت از این میگیره بسیار ناچیز است و از نگاه شرایط بین‌المللی ما از ناتو و اتحادیه اروپا و غیره استفاده کرده میتونیم که اینترنت مفت شه. در این چارچوب ما یک تحرک عظیم در بخش مواصلات مخابرات به وجود آورده میتونیم تا موجب ایجاد کار صورت شد. تشکر لطف کنید دکتر صاحب. شما کمی در مورد رشوتخوری و فساد داری صحبت کردین. در خواست خداوند که رئیس جمهور شدین، چطور میتونین این موضوع فساد اداری و رشوتخوری رو از بین برین؟ مثلا یکی از برادرها خانه در سرک رفت، تقریبا 2 سال اول گرفت به این برادر که تنها اجازه اعمار خانه را بگیرن. صابیر چطور شما در فساد پلان از بین میبرده میتونید؟ ما در قسمت اول بسیار خوب شد که از مسئله خانه ذکر کردیم. بله. یک قسمت زیاد شهر کابل بدبختانه در قباله عرفی است. یعنی دلیل از این چیز؟ دلیل از این که یک ماستر پلان غلط موجب از این شده که میلیون ها هموطن ما جایداد مسئول نداشته باشه. بنابراین اولین اقدام ما در قسمت رفع رشوتی است که من میخوایم از یک طرف تمام جایدادهای شهری را در مرحله اول و جایدادهای تمام مردم افغانستان در مرحله دوم شرعی بسازم و این مطلق کامپیوتری بسازم تا بعد از این وضاحت کامل داشته باشه که جایداد به کی تعلق داره. دوم، دعوا در قسمت جایداد بسیار عام است. ما میخوایم یک کمیسیون نهایت با صلاحیت تهیه شود تا تمام جایدادها را در ظرف 2 سال فیصله قطعی کنه. و از خاطر از اینکه اگر کدام اشتباهی رخ داده باشه، چون اشتباه در امور انسانی حتمی است، من میخوایم که یک مالی خاص در قسمت جایداد وضع شود تا یک صندوق امانت ساخته شود که اگر خدای نکرده کدام اشتباهی رخ داده بود، بعد از اون ما بتونیم پول به صورت اساسی تحویل بدیم. در قسمت
اداره املاک و اجازه و غیره تغییر بنیادی شاروالی ها بکار است. ما افغانستان 5 مرحله حکومتداری داره: قریه، ولسوالی، شاروالی، ولایت و دولت. هر 5 مرحله ضرورت به تغییر بنیادی داره. صلاحیت ها باید تغییر کنه، مسئولیت ها باید واضح شد. در قسمت شهرها من میخوایم در قسمت داد من بنیانگذار طرح پروگرام همبستگی ملی بودم که هر قریه افغانستان 20 تا 60 هزار دلار به اساس نفوس داد تا اینا خودش سر اولویت های خود تصمیم بگیره. من میخوایم که عین پروگرام امروز در قسمت شهرهای افغانستان به سطح گذر انجام بده. یعنی هر گذر کابل، هر گذر هرات، قندار، خوست و غیره باید دارای یک قسمت صلاحیت داشته و بعد از او ما بتونیم به ناحیه برسیم و بعد از او به شهر و بعد از او به طرحهای بزرگ. کابل بزرگ از نگاهش انسجام شهر ضروری و حتمی است تا ما بتونیم 5 ولایت اطراف کابل با کابل اتصال زنجیری بدیم. در غیر از او ما پلانگذاری کردن نمیتونیم. در اینی چارچوب است که زونهای واضح به وجود خواهد آمد و اساس صلاحیت ها به صورت اساسی تغییر خواهد کرد. بخش دیگه است که در قسمت فساد اداری که این 2 منبع داره. یکی عواید است، یکی مصارف است. در قسمت عواید در مرحله اول باید گمرکات افغانستان مورد بررسی ملی و پاسپورت ملی بره. در انگلیسی ایره سیتیزن رپورت کارت میگه، یعنی یک راپور شهروندی یا هموطنی. من میخوام سال 3 بار هر ولایت و هر وزارت و هر اداره افغانستان از طرف مردم بررسی شود و به اساس پارچه امتحانی که از این مبرای یا ما مردم مکافات بدیم یا مجازات بدیم یا دلیل مرجعی داشته باشیم که چرا کار مردم انجام ندادن. در قسمت مصارف عین و منابع عایداتی تمام از این به اساس زیر کنترل خواهد آمد. من میخوایم از معلمین، از معیوبین، از جوانا، از سازمانهای زنای ما استفاده سرتاسری کنم تا عواید مملکت انسجام. چرا؟ چون من میخوایم ماش معلم 2 چند شه، در آینده امید است 4 چند شه و این تعلق واضح و مستقیم به انسجام عواید داره. وقتی که معلم ببینه که فساد اداری موجب از این میشه که ماش بالا نمیره، این زیر کنترل آورده میده و یک دولتی که شنونده باشه و شنوا باشه میتونه با معلم همکار شه، همچنین با معیوب و غیره. بنابراین ما یک طرح سرتاسری که هم با اساس ساده شدن قوانین و هم به اساس مراعات قوانین و هم به اساس اصل مکافات و مجازات استوار است برای دفع فساد اداری داره. بله. زیاد تشکر دکتر سم محترم. پلان شما در قسمت با وجود آوردن یک صلح و امنیت دائمی در افغانستان از چی قرار است؟ با عرض احترام مجدد گوشه ای از مصاحبه خود با دکتر شایب اشرف‌غنی که داشتیم بر شما پیشکش کردیم. موضوع مهم در انتخاباتی است که شخصی که پلان داشته باشه بتونه غم مردم افغانستان بخوره و مشکلاتی که مردم افغانستان داره شما میفهمین، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و شخص باشه که او شناخته شده باشه در جامعه بین‌المللی که بتونه آرزوهای مردم افغانستان برآورده بسازه. موضوع مهمی است که اگر شما فکر کنین بعضی کارهایی که در 12 سال گذشته شد در افغانستان، مثلا کمیسیون صلح، این کمیسیون صلح باید به شکل فوری کنسل شود. یک کمیسیون صلح در داخل امریکا، داخل اروپا با وجود بیاید که تا بتونه موضوعات صلح را با جامعه بین‌المللی پیش برده بتونه، که یک سیاست بالکل سیاست ناکام بوده. موضوعات دیگر ما صحبت میکنیم. در این حال ما خبر شدیم همون بیسایی که امریکا از اونجا میبره او بیسا را از بین نمیبرن، او را به دولت افغانستان، به اردوی ملی و پلیس ملی تسلیم میکنن که به خیر فلاح مردم افغانستان خاتمه شد. خصوصا اگر به دسترس اردوی ملی و پلیس ملی برسه برشان، یعنی زمینه فعالیت ها و عملیات نظامی و امنیتی برشان آسان خواهد شد. که ما از این خبر شدیم یکی از
اعضا از واشنگتن ما اطلاع دادن. ما میخوایم قرار که وعده کردیم که زازای صاحب ما به جوانا عقیده داریم، جوانا آینده مردم افغانستان هستند، اینا رئیس جوانا در هامبورگ هستند و اینا موضوعات انتخابات بسیار بالاش فکر میکنن. ما اینا را دلاین دارم، دوباره تلفن کردن، وعده کرده بودم اینا را موقع میتم. زازای صاحب بفرمایین صحبتایتان کنین. بله متین صاحب، بازم سلام. مشکل اسکایپ بود، بسیار معذرت میخوایم. خواهش میکنم. سلام. ما خدا تقدیم دوستا و شنوندگان پروگرام شما میکنم. دیگه اسم فرهاد زازای است. ما در یونیورسیتی هامبورگ درس میخونم در رشته فیزیک. سال آخرم است، بخیر فارغ میشم. بخیر. چند جوانای دیگر اتحادیه جور کردیم، اتحادیه به نام افغان پیسمیکر، که در این اتحادیه ما از نظر ما یک مسئله بسیار مهمی برای افغانستان در پیش گرفتیم که پروژه انتخابات است. ما کوشش میکنیم که حق انتخابات، حق رای برای همه افغانایی که بیرون از خارج، بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان است به همه داده شود. بالکل به افغانایی که بیرون از افغانستان هستند، در خارج هستند، برای از فعلا حق رای داده نمیشه، در حالی که در قانون اساسی در اوج از او یادآوری شده که ما حق رای گیری و داریم در ماده 33 و غیر از به قانون انتخابات هم یادآوری شده که هر افغان حق رای گیری داره. دیگه ما کار میکنیم و کوشش میکنیم که حداقل یک 50,000 افغان که ما متحد شوند، که ما آزاد شدن، نه از خاطر ما، از خاطر حق خودشان. چرا که اگر ما با یک فرد در کمیسیون انتخابات بریم یا با 2 نفر یا با 10 نفر، او تاثیر نداره، مثل که در کل دنیا همه افغان ها از خاطر حق خود آزاد شوند. ما فکر میکنم در مسئله افغانستان زیادتر وقت مسئله شخص بوده. این دفعه فکر میکنم اگر ما مسئله یک سیستم قائم بگیریم، سیستم کوشش کنیم که سیستم تغییر بدیم و به مردم حق رایشان بدیم و باز از حق رای خود چی میکنن، استفاده میکنن، برای کی میتن، برای کی نمیتن، پیش هیچ انتخابات سهم نمیگیرن، او باز کار شخصی هر فرد است. دیگه در این حساب که صحیح است که جوان انرژی ملک است، مگر از نظر ما بسیار یک مسئله مهم هم هست که مردم ما، خصوصا سرسفیدای ما، خصوصا بزرگای ما، بی دعا، بی مشوره از ما جوانا پیش رفته نمیتونیم. ما شاید یک انرژی باشیم، مگر اون انرژی نه که هر انرژی یک کنترل ضرورت داره و این کنترل ما با مشوره شما بزرگان و با دعای شما میخواهیم بخیر به مقصد خود برسیم. این مسئله بود که میخواستم برای دوستان خود بگویم. سایت ما که www.afghanpeacemaker.com است. شما میتونید در سایت کل معلومات درباره ما بگیرید. در یک دادخواست یا پتیشن هم شروع کردیم که در پتیشن که مردم که ما استاد شود و ما مثلا 100% عقیده دارم که اگر همه بینندگان شما امروز بخیزند و که ما هم صدا شوند، ما دمی انتخاباتی که فعلا در پیشروی داریم کامیاب میشیم که حق خود را به دست بیاریم و در افغانستان تغییرات مثبت به وجود بیاریم. بالکل صحیح. ما هم رایتان هستم. هر امر خدمتی که بالای ما باشه شما میتونین که بالای ما صدا کنین یا بالای رفیقا و دوستا عزیز در افغانستان در سر تا سر دنیا. ان شاء الله ما کتان هستیم. زازای صاحب شما چیزی گفتنی دیگه ندارین؟ بسیار تشکر. دیگه معلومات هر چیز که ضرورت باشه، چون وقت کم است، ما هم نمیخوایم وقت شما رو ضایع کنیم و شما مسئله مهم از خود دارین که باری صحبت میکنیم. هر دوستا میتونن در سایت ما بیاین، اوج تلفن نمبر آمد، دیگه کدام از پیش ما کدام معلومات و انفورمیشن که میخواین ما برشون انفورمیشن داده میتونیم. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سلام خدا بر همه دوستان از تقدیم میدارم. خداحافظ. تشکر صاحب. هدف ما است که خداوند روز را بیاره که ما آرزوهای مردم افغانستان را برآورده بسازیم. یکی از خداوند ما میخواهیم که امو روز بیایه پیش از اینکه ما از دنیای فانی بریم که می آرزوهای دیرینه مردم افغانستان را برآورده بسازیم. حال یک با کمرشال میریم، باز میاییم ما سفر لوگر نشان میدیم به شما. تشکر صاحب.